هنوز تاثیرات دوا از بین نرفته. بیدار میشم ما دوباره خوابش میبره. خدا را هزار بار شکر. بسیار ترسیده بودم، فکر میکردم دیگه تو رو نمیبینم. باده چطور هستی؟ درد داری؟ کل چیز خوب خواهد شد. تشویش نکن، این مشکل هم سپری خود کرده. و ما یک گپ بگو باده. واقعا مرده. باده جان، چی گپ شده؟ نیکی یوسف و مرا چیزی شده؟ نه خیر، یوسف خوب است. لطفاً بشینین. یوسف خوب است، فقط کم درد داره. اما موضوعی که باعث درد او میشه وضعیت هواست. ولی یاز خدا، این گپ دیگه از کجا شد دخترم؟ لازم نیست که من چیزی بگویم. فکر و هوش او طرف هواست. فقط تشویش او را داره. همی که چشماش باز کرد پرسید که او زنده است. باده جان، ایخو کدام اهمیت نداره دخترم. باورگو ای گپ از ته دل نگفته. بچه ما بسیار دل رحم داره. او از روی انسانیت از وضعیت او پرسیده. لازم نیست تشویش کنین مادر جان. من وقتی با او عروسی میکردم از تمام گپا خبر داشتم. فکر میکردم با مرور زمان او را فراموش خواهد کرد. اما حال میبینم که عشق اونا پایان ناپذیر است و بسیار پایدار است. با اجازهتان. عجله کنین دکتر رو بخواهید. خدا میفهمه که او بیشرف حالی در کجا پنهان شده. اگه پیش از اینکه اینجا را ترک کنه دستگیر نشه باز کار ما مشکل خود شد. ما این زارات خدا دادیم بیادر. حالا هر کارتی که هم که از دست ما بیاه میکنیم. بفرمایید که دستتان پاسمان کنم. تو نباید قسم پیش یوسف بری.
اجازه بده که بنداج دستتا باز کنن. درست است حسن جان، درست است. این زخم مرمی است. هر چی زودتر اتاق عاجل آماده کنین. نمونه خونشان با آزمایشگاه روان کنین و دکتر صاحبم خبر بدین. وضعیتش بسیار جدی است. درست است. آوا کاراگل، او خوب است؟ نمیفهمم. شما استراحت کنین. من همیال خبرش میارم. مامور صاحب، در اتاق عاجل یک مریض است که زخمی شده. مرمی خورده. شاید همون باشه که با تعقیبش بودین. درست است. بریم. ده اینجاست. در اینجاست؟ بفرمایید. اینجا خو کسی نیست خانم پرستار. اما چطور امکان داره؟ همیال اینجا بود. باید شفاخانه را بپالی. تو از این طرف برو. تو از زندگیت سیر شدی؟ از یک طرف جرم انجام میدی با حال اینجا مدی دیوانه؟ اوا هنوز زنده است میفهمی یاده؟ اوا گفته بالاخره جان از دست میدی. فقط که او دختر در قصیت باشه. در تمام جای پلیس تو رو میپالن. بان که بپالن کافی است که هوای من یک بار دیگه ببینم. باز هر قسم جزایی که میتن بتن. بیازو او دختر در عملیات از دیدن نمیتونیش. اگه تو رو در اینجا ببینن باز زندان خود بردنید. اگه دوباره زندان بری باز پست خود دادی. بان که از اینجا یک بار سلامت بیرون شویم باز ممرت کار دارم. آرام باش، سر و صدا نکن. جنید تو خوب هستی جنید؟ بیادر تو مرمی خوردی؟ یلماز سبیه؟ شکر خدایا، شکر که سر پای هستی. خدا را شکر. یلماز خان کجاستن خانم حمیده؟ رفت تا بنداج خود تبدیل کنه. خیرت باشه اتفاق افتاده. این دوست ما یک مدت از اتاق مراقبت های جدی محافظت میکنه. چرا؟ کدام مشکلی پیش آمده؟ یک پرستار از اتاق عاجل ای را گفت که مظنون در حالت زخمی در شفاخانه دیده. اظهاراتی که از چهره او داده با حرفای شما مطابقت داره. نمیخوایم شما را به تشویش بسازم اما همراه خود اسلحه داره. بهتر است که احتیاط کنید. یعنی چطور؟ من خو هیچ چیز نفهمیدم. او قاتل حال دستای خود در جیبش گرفته در اینجا چکر زده میره؟ باور کو کم مانده بود که دیوانه شوم. اگه تو را چیزی میشد چی میکردم؟ یلماز من گپ قبول کردم که از تو دور زندگی کنم، اما تحمل نمیتونم از این دنیا بری. اینه دیدی دیگه سبیه، مرا چیزی نشده. بس از دیگه گپ اینقدر دراز نکن. مادر کاکا یلماز شفا باشه. وقتی درباره‌تان شنیدم به تشویش شدم. یوسف چطور است؟ شما چطور هستین؟ زنده باشی بچیم، زنده باشی. خدا را شکر خوب هستیم. یوسف هم عملیات بخیر سپری کرد. وقتی آقا حسین در موردشان گفت تحمل کردن نتونستم، خواستم اینجا بیایم. گفتن همیشه شاید به چیز ضرورت داشته باشن بچیم. بسیار تشکر. زنده باشین. شکر که شما هستین. زنده باشی بچیم. بسیار تشکر از آمدنتان، اما من هم میخوایم شما را از کارتان بانم. ها؟ این گپام امکان داره یلماز خان؟ در این قسم مواقع کاروبار چی اهمیت داره؟ نمیشه جانم، نمیشه. یلماز خان تو کجاستی بلیاز خدا؟ چی شده حمیده؟ در دروازه اتاق مراقبت های جدی محافظ ماندن. جونت اینجاست. تو چی میگی حمیده؟ ای چطور امکان داره؟
سبیه خانمشانم وقتی از این موضوع با خبر شدن زنده باشن به خاطر عیادت پیش ما آمدن. خبر بد زود پخش میشه، میفهمم. شفا باشه خانم امیده. اگه از ما کار ساخته باشه باز نه خیر بچیم، زنده باشین. زنده باشین. حالا به اجازهتون میریم. بازم از آمدنتان تشکر. بلیاز خدا، باز اینا ده اینجا چی کار دارن؟ نه که ترسیدن اگه نیاین بادرشان خفه میشن. با هم دیگه خانم حمیده بعد از او بیچاره به خاطر عیادت ما آمدن. ای گپا چیست از برای خدا؟ یولماز خان تو به این مردم بیش از حد روی میتی گفته باشم. چرا هیچ گپ در گوشایت نمیره؟ مادر ای بیچارم در غم مشکل خود هستن. کاش که فردا یا دیگه وقت می آمدیم. ما انسانیت خدا کردیم بچه. بیا که بریم. لطفا برام نگوی که هواره چیزی شده. هنوز ازش خبری نیست. اما پلیس یکی در اینجا آورده. این کار حمیده خانم است. بیشتر عمر صاحب آمده بود. جون دمی اطراف دیده شده. راستی چی میگی؟ او در اینجا چی میکنه؟ گفتن که او هم زخمی است. وقتی در مورد هوا پرسیده باز هویتش تشخیص دادن. چرا در مورد دخترم پرسیده؟ دیگه چرا بپرسم؟ تو در مورد کار احمقانه خود فکر کن. اگه به حمیده بله میگفتی حال دختر در بهترین شفاخانه شهر بستر می بود. یه آدم یک آدم معمولی نیست. هیچ در موردی فکر نکرده که دستگیر خوشده اسلحه را گرفته اینجا آمده. نه خیر جانم، او به هوا ضرر رساندن نمیتونه. یوسف به خاطر که هوا را ترک کرده بود زده. اگر نه چرا بخواید نکای اونا را خراب بسازه، هم به خاطر هوا دست خود به خون کسی آلوده میکنه و هم به دخترم ضرر میرسونه. ای امکان نداره. من خب برات گفتم که او دیوانه شده. کسی حد زده نمیتونه که او چی میکنه. بجای ای که این قسم نفس خدا در سینه حبس کنی به میده بگو که همه چیز تمام شوه. اگه میخوای من کمکت میکنم. نمیخوایم. دلیلش چی است؟ گفتم که نمیخوایم، فقط همین. بیادر؟ او چطور است؟ هنوزم بیهوش است. جوان، خوش آمدین محمد خان. وضعیت چطور است؟ اگه مرمی زودتر از بدنش بیرون میشد قسم نمیشد. این مرمی زندگیش به خطر مواجه ساخته. باید هر چی زودتر به شفاخانه برده میشد. اوضاع قسم نبود که به شفاخانه میبردن. اگه شما اصرار نمیکردین باز من این خطر قبول نمیکردم محمد خان. من به خاطر که سرت اعتماد داشتم تو اینجا خواستم. تشویش نکن. هر چی لازم باشه انجام میدم. ایره در کجا پیدا کردی؟ گپ شما درست بود بیادر. ایره در شفاخانه پیدا کردم. بدون هیچ ترس و لرز میخواست پیش هوا بره. تا که او را به موت رساندم کم بود از ترس زیاد سکته کنم. آوا تو چی کردی لوده؟ کاری را که تو نتانستی شفا باشه بیادر.
زنده باشی زنده باشی. ایره خانم روان کردن. گفتن یک بار دیگه هم فکر کنین. دیگه چی هست؟ نفهمیدم چی هست؟ چی هست؟ تا وقتی که ما برات نگفتیم از اینجا جای نمیری. ما کارایت خلاص میکنیم که خارج از کشور بری. او اسلحه را برم بده که هر چی زودتر گمش کنم. برو نمیتی بیادر بیازه با او دیگه ضرورت نداری. باید اول مرا پیش هوا ببری. تو عقلت از دست دادی؟ ها؟ تمام پلیسای ترکیه در تعقیب تو هستن. تو میخواستی یوسف به قتل برسانی. اگر هر چی زودتر از این کشور نری دم زندانی که بودی دوباره میری. ما بدون دیدن هوا جای نمیرم. در ضمن شاید حال درک کرده باشه که زیاد دوستش دارم. شاید از من خوش باشه. ما هوا را تنها مانده نمیتونم. تو همراه زندگیت بازی میکنی. عادل ای بی عقل بفهمان. ما خواست اول گفته بودم بیاداری ای عقل خود عزیز داده. چه باش عادل. ما گپای ما براتون گفتم. اگه تو مرا نبری خودم پیشش میرم. تو توانایی را داری که حرکت کنی؟ ها؟ او اسلحه را برای محبت جنید. ما در تصمیم جدی هستم بیادر. اگه امروز نتونستم فردا حرکت میکنم. تو هم به خاطر دیدن هوا به ما کمک میکنی. اگه توی گپای مرا قبول نکنی ما مسئله تا در ظرف 2 دقیقه به پلیس خود رساندم. میگم این اسلحه از محمد خان جوغلو است. میگم سر ما فشار آورد کی کار کنم و خودش هم خارج از کشور فرار کرد. فکر میکردم که کلی چیز ازش گرفتیم، اما ای پیشش بوده. مادر جان، یادتون هست وقتی که ما طفل بودیم میگفتین وقت زمان برتان سخت سپری میشد چشمایتان بسته کنین. با ساعتا قسم سپری خود شد که هیچ نفهمین. حالا شما چشمایتان بسته کنین. وعده میکنم وقتی که دوباره چشمایتان باز کنین خواهرم خوب خود بود. عملیات خلاص شد. کل چیز رو براست. هرچی از دست ما میامد انجام دادیم، اما هنوزم در مغزش خون وجود داره. ما مجبور هستیم که منتظر باشیم تا او خون از مغزش خارج شود، به خاطر که دقیق قسم وضعیت تحمل عملیات دوم نداره. یعنی چی دکتر صاحب؟ به شما میخواین دوباره دخترم عملیات کنین؟ یه عملیات مناسب ترین را به خاطر بیرون ساختن خون است. باید ایره براتان بگویم که 24 ساعت آینده به ما بسیار ارزش داره. خواهر جان، خدایا
بیشتر از این ما رو منتظر نمون، ما رو از این درد و رنج خلاص کن. خدای بزرگ لطفاً زندگی دختر من دوباره برش ببخش. دکتر صاحب به نظرتان هوا را به کدام شفاخانه دیگه ببریم؟ یعنی بهتر نمیشه که هوا را به استانبول ببریم؟ این کار مربوط خودتان میشه، اما به نظر من بهتر است تا صبح صبر کنیم، چون در هر شفاخانه ای که برین به شما همین گپ خواهد گفتن. یعنی فعلا کار از ما ساخته نیست دکتر. دعا کنید. هوا خانم با دعایتان ضرورت داره. با اجازه تان. تو خوب هستی توپراک؟ تا صبح صبر میکنیم، مطمئن هستم کل چیز خوب میشه. البته که خوب میشه، کل چیز مثل سابق میشه. ما مرچی از دستم بیایه انجام میدم. خدایا چی میشه با جای جان دختر عزیزم جان مرا بگیری لطفاً. خدایا یک اولاد من خوب خاک سپردم، من دیگه تحمل این غم ندارم. خدایا مقدار امتحان که از من گرفتی کفایت نمیکنه. تو آمدی بچم؟ شفا باشه کاکا جان. زنده باشی بچم، خوش آمد. شفا باشه. زنده باشی. چی گپ شده؟ دستانا چی شده کاکا؟ چی شده دیگه؟ یکی از مرمی او به شرف به دست من اصابت کرد و مرا به این روز رسان، اما به لطف خداوند زیاد زخمی نشدم. حتما که هم صدقه داده بودین کاکا جان. بله بچه. یوسف چطور است پدر؟ مرمی ها دقیقاً در شکمش اصابت کردن. دکترها گفتن که یک گردش از بین رفته، او را در عملیات بیرون کردن. دقار خدا شو. او به شرف چی مشکل داشته؟ چی بفهمیم که چی مشکل داشته بچه؟ میفهمی خب نی از پدر او بچه خیری بود و نی از خودش، اما بازم تو به او بچه در شرکت کار دادی. کاکا اگه میفهمیدم قسم میشه برش کار نمیدادم. بیا از وقتی که گپ شنیدم کم بود دیوانه شوم، اما شما تشویش نکنه. من هر چیز زودتر او احمق پیدا کرده جزایش میتم. محمد بچه هوش کنی کدام کار احمقانه انجام ندی. تنها کاری که باید انجام بدی این است که بفهمی که او در کجا می باشه و با کی ها ملاقات میکنه، بعدش هم این موضوع را به پلیس اطلاع بده. اونا میفهمن که امرایش چی کنن، تو نباید مداخله کنی. من خدایی باره معلومات ندارم، اما یک چاره پیدا میکنم. خب تو چی کردی؟ تانستی به مراسم جنازه دوستت برسی؟ نه خیر، رسیده نتونستم. این وضعیت ببین، نه در اینجا بوده تانستی و نه در جنازه دوستت رسیده تانستی بچم. قسمت نبود دیگه پدر. آدم بیچاره در حادثه ترافیکی فوت کرد. مریض بود، راستش هنوز بسیار جوان بود. چی بگویم؟ خداوند گناهایش ببخشه بچه. شفا باشه.
زنده باشی. بسیار جگر خون شدم. همین که شنیدم اومدم. اما ایره باید بفهمی که فقط به خاطر تو جگر خون شدم. یوسف هوا در دیدن اما تو نیست. اما در اصلی آتش تو را می سوزنه باده. از اینکه برای چیز انجام دادن نمیتونم بسیار میترسم. بعد از یوسف شوهر ماست و ما در هر قدم زندگی شوهر ما همراهی خود کردم. من همراه دوستایم هستم. ناوقت میایم. از استانبول مال آوردن. اونا را جای به جای میسازم. منتظر نباشین. از استانبول مال آوردن. آبا لطفا نرو. آبا بیادر جان خوب هستی؟ خوب بد دیدی؟ از محمد خبر نشده عادل. فهمیدم اونم میخواه کار ما را انجام بده. ما باید خودم یک راه دیگه پیدا کنم. جونید دیوانگی نکن بیادر، آرام باش. عادل هر قسم که میشه باید هوا را ببینم. آی های هوا سرت بخوره. بالاخره میبینیش. یکم صبر داشته باش. صبر کردن نمیتونم. تو چرا گپ نمیفهمی جونید؟ دیوانه شدی؟ نه که اجالت رسیده احمق. دیوانه نشدیم. فکر میکنم که اجل هوا آمده. امیاله در خواب دیدمش. هوا در دستای به جان میداد. در دستای به آخرین نفس های خودم میکشید. خواهر جان خواهر جان من، یادت از وقتی که برادر خود از دست داده به خاک سپرده همراه ما چی وعده کرده بودی؟ گفته بودی من بعد از تو میمیرم و نمیمانم توی درد دوباره ما تحمل شوی. بسیار خود بوده. اگه در مورد مرگم نمیفهمیده، اما درد جدایی کس را که دوست داشتیم احساس کرده. خواهر حالا با وعده‌ای که 7 ساله که برام داده بودی وفا کن. تا وقتی که من از دنیا نرفتم و هیچ اثر از باقی نمانده تو جای نرو، لطفا نرو. به خاطر مادرم، به خاطر من تحمل کن لطفا. ما رو تنها نمان.
همراه توپراک سر بام رفته و تصور میکردیم که از بالون قریه چطور معلوم میشه. طفلیت بود دیگه. راستش ما یک دوست داشتیم، نامش مصطفی بود. او پیش صاحب بالونا کار میکرد. یک روز گفت که ما را به بالون سواری میبره. ما با یک دنیا هیجان صبح زود برا رفتیدیم، اما وقتی اونجا رسیدیم منصرف شده بود. بسیار ناراحت شدیم، اما تو بسیار عصبانی بودیم. باز دوباره بالا رفتیم و به تصورات خود ادامه دادیم. من میخواستم خانه خود ما را از او بالا ببینم، اما حتما قسمت نبوده دیگه یوسف. من با جز تشکر دیگه چیزی ندارم که برات بتونم. و شما کاریم انجام داده نمیتونم. هر وقتی که شما در کنارم میباشید در زندگیم لحظات خوشی را تجربه میکنم. اینجا وادی عشق است. به اندازه عشق ما بزرگ و فراخ است. عشقی که نسبت به تو دارم تمام اوش و فکر مرا از من گرفته. چرا نمیفهمی یوسف؟ احساساتم اسیر تو شدن. تمامی کارا را به خاطر از دست دادن تو انجام دادیم. به خاطری که تو تنها عشق زندگیم هستی یوسف. تو را از همه چیز بیشتر دوست دارم.
داخل بین. کل چیز قسمه که گپ زده بودیم انجام خواهد شد، اما تا نیست دکتر سید؟ یعنی کدام مشکل پیش نمیه یعنی؟ تشویش نکنه نامیده خانم، هیچ مشکل پیش نمیاد. یلماز خان؟ همین قدر استراحت کافی است دخترم. میخوایم شفاخانه برم به تشویش یوسف هستم. اما ما در بالا برتان صبحانه آمده کردیم. ای دوا خودش کم گوش نخورده نمیشه. فرق نمیکنه، من در یگان چیز میخورم، تو تشویش نکن. پس درست است، من میرم مراد بیدار میکنم که شما را به شفاخانه برسانم. خیر، او بیچاره را ناراحت نساز. دیروزان بیچاره خسته شده بود، بانش که استراحت کنه. بیا از اومد تاکسی خواستیم. درست است یلماز خان، چند دقیقه بعد ما میایم. اگه به چیز نیاز داشتین باز به من زنگ بزنید. عجله که باید هر چی زودتر بریم بچه. درست است آقا. کیستی؟ من هستم. هنوزم بیدار نشده. خدا لعنتت کنه. یک دفعه بیرون بیا، کارت دارم. اسلحه میپلدی بیادر؟ تو میفهمی کوره کجا مانده؟ ما از کجا بفهمم؟ تمام شب در مورد تو میپرسید. حتی میخواست از جایش بخیزه و بره. با بسیار مشکل مانع شدم. بیادر لطفا یک کار کوکو جنید. او دختر دیده بود تا اگه نه باور که بردوی ما درد سر جور خود شد. ما به می خاطر میترسم. میخواستم با این نمک نشناس کمک کنم اما درد سرم شد. بی چی میگم مادر؟ باید هر چیز زودتر این کار خلاص کنیم. این کار چطور انجام میدی؟ اگه من سرش فشار برم نگام زد میکنم. از این خاطر میخوایم تو این کار انجام بدی. بیادر لطفا از ما چیزی نخواهی. درست است. جنید مثل برادرم است، اما خانم ما شب تا صبح تشویش ما بود. ما به او بهانه جور کنم یا مانع کارهای جنید شوم. قربانت شوم. یک کس دیگر اینجا بیار. ما هم به خاطر که زندگی جور شوه این کار برات میتم مادر. او دکان کرایه گرفتی نه؟ ما برات چک سفید میتم. نفهمیدم بیادر. کل چیز واضح است، چیزی نیست که نفهمی. اگه او اصلا پیش جنید باشه دوباره دیوانگی میکنه. و ای که دفعه که متضرر میشه معلوم نیست. اگه جنید بیادرت دوست داری به هر قیمتی که شده اسلحه را ازش بگی. ما از کرایه دکان بی‌غمت میکنم. زنده باشی بچه. یلماز؟ سبیه یک بار به باغچه بیار.
خیرات باشه. ما و تو همه قسم تفاهم کرده بودیم سبیه. نگفته بودی که در دور و بر خانوادی ما دیده نمیشی؟ چی گپ شده؟ این قرارداد چند ساله ما را از بین بردی؟ مام قلب دارم یلماس. هیچ میفهمی وقتی که در موردت شنیدم چی حالتی داشتم یلماس؟ کم مانده بود دیوانه شوم. تو را به زندگی من چی غرض است؟ این گپ دیگه چی معنی داره؟ حال فکر کردنم در مورد جرم است. من در غم زندگی به چیم هستم با سوده وضعیت برم چی گفتم میری؟ مام در غم بچه مستم یلماس خان. اگه او مرمی به قلبت اصابت میکرد بچه ما مثل یک بی سرپرست در کوچه ها میماند. سالها خاموش ماندم. همیشه گفتم خداوند ازش راضی باشه. مرا قدر زجر دادی اما من هیچ وقت برای چیز نگفتم. اما میفهمی این دنیای امتحان است. لطفاً مرا در آتش جهنم نسوزان یلماس. با بچه ما تخلص خدا بده یلماس. با بچه ما تخلص خدا بده یلماس خان. توبه به نظرتون چرا ما را اینجا خواسته؟ ما از کجا بفهمیم خانم بان که اگر دکتر اینجا بیایه او وقت کل چیز خواهد فهمیدیم. شاید خبری خوش داشته باشه مادر جان. دکتر صاحب گفته بود که شب به خوبی سپری کنه. امروز دیده میتونیمش. من به اتاق مراقبت جدی رفتم اما اونجا نبود. مادر شاید خواهرم خوب شده باشه ها؟ انشالله دخترم انشالله. ما فکر میکنم که اگر مشکل هوا رفع شده باشه به خاطر عملیات دوم از ما درخواست اجازه کنن. ما تا صبح منتظر بودیم دکتر صاحب. انشالله که حالا به ما خبرهای خوشی دارین. اما تو نیست. دخترم چطور است؟ او خوب است؟ خواهر مدیده میتونیم دکتر صاحب. شما را اینجا خواستم به خاطر که به خاطر که چی؟ دخترم کجاست؟ هوای من کجاست دکتر؟ بچیم چطور هستی؟ امروز چطور هستی یک دانیم؟ کمی بهتر هستی اما تو نیست. هوا چطور است؟ یوسف جان گفتنش بسیار برای مشکل است اما متاسفانه هوا را از دست دادیم بچه.
بسیار کوشش کردن اما یوسف جان خواهش میکنم آرام باش. برد عذر میکنم یوسف، عذر میکنم بچیم بلیاز خدا. دکتر بچیم از دستم میره دکتر، بلیاز خدا بچیم. بچیم از دست میدم دکتر، لطفا چشمایت باز که بچیم. از دیروز به این طرف ما تمام کشتای خود انجام دادیم. اما متاسفانه با تمام کشتایی که کردیم خانم آواره نجات دادن نتونستیم. خداوند کنه دانه لعنت کنه. خواهر من نمرده. یوسف چی شده؟ لطفاً آرام باشه. بعدم میره کجا میبره؟ آهسته آهسته. میره کجا میبره؟ آقا جلال جان لطفاً به این کارهای بچیم توجه نکنین، به خاطر که خبر مرگ هواره همیالشونی. چی؟ همه دقیق فکر که عادل در زندگی دی بهترین شانس است. اسلحه را پیدا کن، دکان از تو میشم. نظرت چیست؟ ای چیز بیادر، ما با خاطر پول دوست من نمیفروشم. تا می گپا را بانو بعد این مورد فکر کو که جنی تو هوا چطور یک دیگه خود ببینم. پس گپ آخرت همی است. ما تو لودر اوشار فکر میکردم عادل. کافیست دیگه سبیه، کافیست. حالا عصبانی شدی اما من میفهمم که قلبت مهربان است. تو نمیتونی که خون خدا یک قسم دسرک بانی. اگر یک قسم نمی بود دهی همه سال قسم پنهانی بالای سر ما دست نمی کشیدی. حالا هم هیچ چیز تغییر نمیکنه، هیچ چیز. و این موضوع همراه ما یک جای به خبر خواد رفت. امکان نداره یلماس. به خاطر که تو آرام باشی سالها خاموش ماندم. به خاطر رضایت تو تمام غمای مدرسینه حبس کردم. اما من یک روز از این دنیا خواد رفتم. نمیتونم. من با این تشویش که بچه من بعد از من چی خواد شد زندگی کردن نمیتونم.
باید خاموش باشی سبیه. قسمی که تا حالی بودی. نمیخوایم دی سن واقعات گذشته را برملا ساخت آرامش خانوادیم از بین ببرم. ما هم خانواده تو هستیم یلماز خان. نه خیر، شما هیچ وقت خانواده من نبودین و هیچ وقت هم نخود بودین. دیگه بعد از ذهن جای بده سبیه. با این قسم روی دور دادن و رفتن از گذشتت فرار کردن نمیتونی یلماز. اگر نخواهی تخلص تا به بچیم بتی باز. این موضوع دفعتن از کجا پیدا شد؟ ما در گذشته با هم گپ زده به توافق نرسیده بودیم. وقتی شنیدی که من حامله هستم مرا ترک کردی، حتی ایره نپرسیدی که من چی میکنم و از تو چی میخوایم یلماز. بیازوی بزرگترین اشتباهی زندگیت بود که در وقتش برام نگفتی که حامله هستی. اگه همون وقت برام میگفتی بازی مشکل قدر بزرگ نمیشد سبیه و من میتونستم مانعی شوم. میخواستی یک طفل بیگناه را از بین ببری و هم بچه خودت یلماز. سبیه، بزرگترین گناه زندگی من تو هستی. یک اشتباه جوانی مرا در تمام عمر بار دوش من ساختی. حالا هم بدون کدام شرم آمدی از من حساب میپرسی. مام نمیخواستم که قسم شوی یلماز خان. درست است سبیه، درست است. بین ما دیگه هیچ چیزی بگفتن نمانده. حال من از خود زندگی، خانواده و اولاد دارم. فهمیده شد؟ یا این موضوع همین قسم برای همیشه پنهان خواهد ماند، یا که بعد از امروز از من حتی یک لیرام نخواهد دیدی. فهمیدی؟ دوست چرا سر صدا میکنی؟ مادر جان خیریت باشه، چیزی شده؟ هیچ چیز نشده بچیم. تو همیال آمدی؟ بله، اما شما چرا پریشان هستید؟ وان دیگه بچه میقسم که گرگ تو سر صدا کرد، فکر کردم چیز شده دویدم آمدم. خب میبینم که بسیار سر حال هستی بچه. مدعی صبح وقت به کار شروع کردی، اما تا نیست چیزایی که خواسته بودی برات آماده کردیم. حالا دیگه داخل بریم بچه. چطور شد یوسف؟ بهتر است؟ دخترم دکترها برش مسکن زرق کردن، بهتر است. خوب است. من بالا را خانه میبرم که کمی استراحت کنه. از دیروز تا حال اینجاست، خسته شده. پدر من در کنار شوهرم میباشم. دختر عزیزم کار خوبی میکنی. وقت بچیم بیدار میشه باید چشمای خانمش ببینم، تو نیست؟ چرا باید اینجا باشی باده؟ میخوای ببینی که چطور با غم نامزد سابقش میسوزه؟ پدر یوسف شوهرم است. او با من ضرورت داره. آقا جلال جان ببینین باده حق به جانب است. شما راست میگین، باده دختر شماست، اما بچه ما حالت بسیار دشوار را سپری میکنه. ببینین در داخل با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. در ضمن ما و دختره هیچ وقت نامزد بچیم قبول نداشتیم، اما کار از دستم ساخته نبود. یعنی وقت تمام اتفاقات دفعتاً پیش آمد بچیم تحمل کردن نتانست. همون قسمی که شما در مورد بچه‌تان فکر میکنین، من با عنوان یک پدر به تشویش دخترم هستم. این اتفاقات با من دشوار تمام شده. به این خاطر اگر شما مداخله نکنین خوب میشه. پدر اگه شما خسته هستین خانه برین. ببینین تا وقتی که یوسف اینجاست من هیچ جایی نمیرم.
لطفاً مرا تنها نمان. ما پیش دستم. وعده میتونم که تو را رها نمی کنم. کل چیز خوب خواهد شد. کل چیز یوسف، مطمئن باش. کل چیز خوب میشه. دیگه هیچ غمی نخواهد داشتیم. از دیروز به این طرف دخترم با مرد دست پنجه نرم میکنه، مثل که آیسته آیسته جان میده. هیچ نفهمیدم چی کنم. پیش تو آمدم. یگان چیز بغان شف کو. دعا که دخترم هر چیز زودتر خوب شود. عجل هیچ دارو درمانه نداره، اما من هوا را از خردترکی میشناسم. او به این آسانی تسلیم نمیشه. وقتی طفل بود سرخکان داشت، یگایت بالایش خوانده شف کردم، سر پای استاد شد. دختر ما برم بیارین. دختر قندم، خدایا تو چرا با ما این کار کردی؟ من بدون آرامش خانم چی میکنی؟ توبراک بیا یک چند دقیقه بیشی خسته هستی. توبراک چیزی میخوایی برات بیارم؟ لطفاً آرام باشین، بیاین بشینیم. او دخترم بود. چرا جگر من سوختاندین؟ مرا اله کنین. دخترم آرام باشین مادر جان. خدایا چرا با من این کارا کردین؟ خدایا گفتم اله کنین. توبراک چی میگه؟ بگو که دروغ میگه. دختر به شما احمق کشتن. تمامش به خاطر شما شد. دختر به شما تباه ساختین. شما با این کارهای احمقانه‌تون دخترم از من گرفتین. این قسم نگو، قلب من نسوزان خواهر. هوا مثل دختر خودم بود. لطفاً برام نگویر که مرده. لطفاً خواهر. گفتم الهی کنین. بعد از این بدون دخترم چطور زندگی کنم؟ خواهر لطفاً آرام باش خواهر. باز من چطور نفس کشیدم این دانو. یک دانه مغزم گرفتین. یک دانه مغزم. خواهر مادر کمک کنه. لطفاً کمک کنه. خدا بند خودت کمکش کن خدایا. بیچاره.
گلم همراه خودتی کار نکن بیبی ما پیش دستیم. توپراک کجاست؟ بیشتر همینجا بود. من یک بار میرم میبینم. به خاطر جنازه دکتر صاحب خانم کاکا وضعیت یوسف خوب است؟ خوب است بچیم. ما هم از همین خاطر پیش دکتر صاحب آمد. بعد از فوت هوا وضعیت یوسف بسیار خراب شد. از همین خاطر ما به تشویش هستم. چی میگن خانم کاکا؟ هوا فوت کرد؟ بله نزدیک صبح. دختر بیچاره عملیات تحمل کردن نتونسته. زندگی سرتان باشه. شما هم بسیار جگرخون معلوم میشین. من میرم که یک مریضه ببینم. با اجازه تان. البته بچی جگرخون است. هرچی باشه جوان بود. اما چی کنیم دیگه؟ تقدیر الهی است. خداوند تمام گناهایش ببخشه. اما ما باید شکرگزار باشیم که در کنار یوسف خانمش است. دست به دست هم داده ای تاریکی یاره از بین برده زندگی خوش خود داشته انشالله. یوسف و باده امشب در خانه تابستانی نگاه میکنم. در غضب خدا گرفتار شدم.
خواهر این از ماست. گفتم بدی از ماست. بده دیگه. از ماست بده. از ماست. از خودم است. گفتم از ماست. گفتم. توفیق جان نکن. توفیق جان بازی کنه. تو خوراکم هستی. نرو چی میشه؟ بیا که یک جای بازی کنیم. مرا قسم تنها رها نکن. هر چیزی که میخوای بگی اما نرو لطفا. نرو. تو مردن نمیتونی خواهر. نمردی. نخوای.
چطور ما را تنها رها کرده رفتی جانم؟ چطور تانستی بری؟ هوا جان، هوای هوا جان. تو هم خبر شدی نه؟ یوسف کشینه چی کرد؟ چی کده میتونست دیگه. وضعیتش خراب شد. حال وضعیتش چطور است؟ خوب نیست. وقتی که تخت آواره خالی دید باز دیگه مار خطا شد. پس به اتاقش بردنش. من یک بار رفتم میبینمش. خوب میشه. روز نگاه آمده بود. گفتمش برو. پیش از یکی کسی ببینید برو. گفتم دیگه در زندگی این جای نداری. و هم رفت. اما نمیخواستم این قسم شوم. نمیخواستم ما دلیل ای کار باشه. ما چطور زندگی خود کردم بادا. حق زندگی رو ندارم. لطفاً حالی گباره بان یوسف. تو بعدی کسی را نمیخواستی. میخواستی هم به خودت هم به او کمک کرده باشی. هوا مرده بادا. فقط به خاطر ما. تو خونه میخواسته قسم شوه یوسف. ببین حال دردهای تازه است، غمهای تازه است. میفهمم که برات بسیار مشکل است، اما باور کن تمام اینا میگذرن. ببین من به تو اعتماد کردم که دهی را همراهت قدم ماندم. حال نوبت توست که به من اعتماد کنی. ما و تو دست به دست هم داده با هر مشکل مقابله کردن میتونیم. من تو را هیچ وقت تنها نمیمانم. خواهر از پیش من دور برو. تو دیگه خواهر من نیستی. خواهر قسم نگو، بلند نشو خواهر. لطفا استراحت کن. با من قسم جزا نده لطفا خواهر. خواهر یک بار طرف مسائل کن خواهر. هوا دخترم. شریفه لطفاً یلماس ازت خواهش میکنم مرا پیش هوا ببر. میخوایم یک بار او را ببینم. برشان بگو که دخترم به سردخانه نبرن. سلطانه هیچ نپرسن یلماس خان، با خودم تباه شده. دختر من از دست دادم. یلماس خان از دست دادم. نمیفهمم که چی بگوی. هوای ما برم بیاره. خواهر جان بیا کم استراحت کو که راحت شوی. سلطانه حق بچانه بس هیچ خوب نیستی کم استراحت کو شریفه جان.
یلماز خان، یوسفا به اتاقش آوردن. خوب میشه چند دقیقه پیشش بری ها؟ بیزو همی که به شریف خانمشان تسلیت عرض میکردم خودم میامدم. شنیدم. زندگی سرتان باشه. خداوند گناهایش ببخشه. سلطانه، یوسف و بعضی لباس ها ضرورت داره. یک نفر باید اونا را از خانه بیاره. این کار کی انجام بده؟ خواهر من در این حالت رها کرده نمیتونم. خانم حمیده و پنار بگوین که بیاره. یوسف وضعیتم هیچ خوب نیست. اجازه بدن که حداقل در این اواخر حق خالگی ما انجام بدم. خواهش میکنم خانم حمیده. درست است سلطانه، درست است. هرچی لازم باشه انجام میدیم. وقتی کار تمام شد باز بیا. زنده باشین یلماز خان. پس درست است. ما را دکتر صاحب خواسته. اگه خواسته باشی تو هم بیا. در مورد معاینات بعض معلومات بر ما میده. زندگی سرتون باشه. اگه به چیزی ضرورت داشتین پیش ما بیا سلطانه. زنده باشین یلماز خان. زندگی سرتان باشه خانم شریفه. زنده باشین. بیا که بریم خواهر. چی کردی بچیم؟ پول او شادخت جور کرده تا نیستی یا نه؟ برای ما بتین مادر من خودم میبرم. بتین دیگه. بیازو تمام روز در دکان کار کرده عرق میریزانی. من خب وظیفه ایم است که کار کنم، اما شما نباید دست خدا به آب گرم و سرد بزنین مادر جان. راستی یک بار شما را امرای شادخت خود معرفی میکنم. قدر مقبول است که هیچ از دیدنش سیر نمیشم مادر جان. اینقدر تعریف او دختر نکو بچیم که پیش از دیدن من همراه او بخیلی خواد کردم برات گفته باشم. شما چرا امرای او بخیلی کنین مادر جان؟ شما خود تاج سرم هستین. بانین کمی کارم کمی رو برا شوه باز هر چی که بگوین برتان انجام میدم. حتی شما را به فوچا میبرم. به فوچا؟ مرا؟ البته مادر جان. وقتی ما عسکر بودم رفته نتونستین و جگرخون شدیم. حال رفته خوب چکر میزنیم. به دریاهای آبی سیل کده چای خاط نوشیدیم. مادرت قربانت شوه بچه. در مورد فوچای قدر تعریف کردی که از امیال تصور اونجا در ذهنم پیدا کردم. اما اول باید کارهای خود خلاص کنم. راست میگی. تو خلیاقت بهترین زندگی را داری، اما تقدیر است دیگه. چی بگویم؟ مادر جان به خدا من از زندگی و تقدیرم راضی هستم. خود اگه حالا من میرم باز شام میبینیم. روز خوش برات میخوایم بچه. این دوست اومد. برادر ببین دوست بازم تو ما را گره. دوست بیا اینجا. بیا پارت خدا بالا شو. شام دوباره توپتان میاره، تشویش نکنین. دوست چرا توپ مردم میگیری؟ بسیار بد است. ما به شما یک توپ نو میخرم، درست است بچه ها؟ اگه دوست دوباره این کار کنه باز چی؟ دیگه نمیکنه. قبلا نمیتو گفته بودین. به خیر بری بچه. خداحافظتان مادر جان. خداوند نگهدارت باشه. این وضعیت ببین. در کجا تو را پالیدم. ببین در کجا پیدایت کردم. شرم از دیگه حمیده. او مردم دختر خود از دست دادن. امکان داشت مام در همین وضعیت قرار می داشتیم. ما چی کنم یلماز خان؟ مام جگرخون شدیم. این خواست خداوند است دیگه. خانم شریفه را که دلیز همراه ما دیده اعصابت خراب شد. پس چی میکردم؟ در این حالت هم میگی پیشش نمیرفتم. بالاخره همراه اونا در گذشته پیوند داشتیم حمیده خانم. از کدام پیوند گپ میزنی؟ تو در مورد کدام پیوند گپ میزنی؟
هرچی که امروز بالای ما آمده به خاطر همیناست. البته اگه از اول به گپای ما گوش میدادی باز امروز هیچ کدام ما این رنج متحمل نمی شدیم. اما اگه با این قسم مردم بی سویه ارتباط داشته باشیم، به گفته خود شما اگه ما همراه این مردم کدام پیوند بسته کنیم باز عاقبتش امی است دیگه. خدا هیچ مقصر فکر نمی کنی حمیده؟ تو چی میگی از برای خدا یلماز خان؟ ما چرا باید به خاطر مرگ او دختر مقصر باشم؟ یعنی اگه در این موضوع دخالت نمی کردیم، اگه بالای هوای قدر فشار نمی آوردیم و مجبورش نمی ساختیم که همه چیز به یوسف بگویه، باز حال هیچ کدام ما در این وضعیت نمی بوده. مقصدت ای است که ما اجازه می دادیم ما را فریب بده. بچه ما را فریب بده اما ترس؟ حمیده، ما نباید در این موضوع مداخله می کردیم. اجازه می دادیم که اولادا خودشون زندگی خود بسازن. یلماز خان، ما به عنوان پدر و مادر وظیفه خود انجام دادیم و به غیر از خوبی بچه خود دیگه در مورد هیچ چیز فکر نکردیم. ما به امی باور هستم. کجا میری بیادر؟ فرار نمیکنم عادل، نه ترس، تشناب میرم. راستی از محمد خبر نشده؟ نه خیر. برو دیگه، چی رسل دوری؟ خوب است، درست است. ما هم اینجا منتظر میباشم. حتما زنگ زدی که بگوی ملاقات چی وقت است؟ نه خیر، اشتباه کردی. گپای شنیده نشنیدی؟ تو که هوا را نبین اسلحه را به ما نمیده. گوش کن لاوده، دیگه از دست ما چیز ساخته نیست. او دختر عمر خدا به تو بخشید. بان دیگه، به نظرت جنیدی دروغ قبول میکنه؟ یک مشکل کنان برای جور خود شد بیاد. چی ضرورت دارم که دروغ بگویم؟ با شفاخانه زنگ بزن و خودت بپرس. یعنی او دختر دیگه زنده نیست؟ با تاسف. او خواست بین رفت. حال ما می قسم راحت نخود بودیم بیادر. خب حالا ما چی کنیم؟ چطور ماری دیوانه شویم بیادر؟ عادل، مرا صدا کردی بیادر؟ نه خیر، چیزی نگفتم. اگه بشنوه دیوانه میشه. تشویش نکن، نخواد شنید. چطور امکان داره؟ بازی چی برنامه داری محمد؟ شما خود قسم ما نیستین، اما ما هنوز به خوبی شما فکر میکنم. بگو دیگه چی مفکر داری بیادر؟ با جونه چیزی نمیگم بیادر. اگر نه اول یوسف و بعدن خدا میکشه و همه چیز ختم خواهد شد. درست است، اما ایگه به چطور پنهان کنیم؟ او بیازو یک فراری است، نمیتونه در بین مردم بیایه. اگه هر چیز زودتر او را به سرحد رسانده و خارج روان کنیم باز گپ خلاص خواهد شد. اما اول باید متوجه زبان خود باشیم. توپراک 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 خوب هستی؟ کلش گناهیم است. خواهرم همیشه تنها ماند. او به خاطر ما مرد. به خاطر ما مرد. نه خیر توپراک، نه خیر، نه خیر، لطفاً قسم نگار، لطفاً. این همه به خاطر تو نشده توپراک. تو هیچ گناهی نداری.
خیرت باشه. همراه کی گپ میزدی؟ محمد زنگ زده بود. خوب چی گفت؟ هوای خود چه وقت دیدم ایتان عادل؟ یک بار بیشی باز گپ میزنیم بیادر. خیرت خواست بیادر، چرا باید بشینم؟ چیز مهمی نیست. وضعیت هوا کمی وخیم است. بعد از او عملیات اوش کنی عادل، اوش کنی، نگویی که هوای ما مرده. فهمیدی؟ دیوانگی نکو، ای تو یک گپ نیست. دکتر ها تصمیم گرفتن که او را به استانبول انتقال بدن. عادل دروغ خو نمیگی نه؟ بیبی اگه از ما چیزی را پد کنی با خدا برای دروغ نمیگم. محمد زنگ زده بود اگه هوا را به استانبول ببرن کاملا خوب میشه و بعد از او تو به هوا میرسی بیادر. تو چی میکنی؟ به شفاخانه زنگ میزنم، خودم در موردش میپرسم. به شفاخانه میریم. دستتان پانسمان میکنیم. تشویش نکن توبراک. کل چیز خوب میشه، به ما باور کن. من همیشه در کنارت میباشم. تشویش نکن. پلیس تماسهای تلفنی ما را تعقیب میکنه. مثل آب خوردن ما را پیدا خواهد کرد. عادل از ما چیزی را پدخانه میکنی نه؟ برم راست بگو، هوای ما مرده همه تو نیست؟ تو بالای ما اعتماد نداری جنید؟ تنها بالای تو اعتماد دارم. بدون تو من دیگه کیره دارم. اقدر پرس پالا پانو گپای مرا گوش کن جنید. هوا را به استانبول بردن به خاطر تداوی هرچی بهتر. محمد بیادر گفت که تو رو میبره. بازی را خود دیدی دیگه. درست است بیادر؟ داماد بچیم، وقتی در تلفن گفتی که دخترم صحتش خوب نیست، به خدا بسیار ترسیدم. وقتی او رو قسم دیدم ترسیدم. در اتاق هوا رفته بود، اونجا را گدوت ساخته بود، در زمین دراز کشیده بود، دست خودم بریده بود. حال دخترم کجاست؟ همین حالا داخل بردنش. شما تشویش نکنین، دست شکوک میزنن. بعد از او دکتر یک مسکن بسیار قوی برش زرق میکنه. دخترم از مرگ خواهرش بسیار متأثر شده. در جنازه نازله دخترش هم همین قسم شده بود، مثل دیوانه ها روی هم میکرد. نه او را فراموش کرده بود که این اتفاق رخ داد. میگفت که خواهرم به خاطر من مرد، من مقصر هستم. ما هم هیچ نفهمیدم که چی کنم. یعنی خانه ببرم؟ نه خیر، به استانبول ببر. گفتین به استانبول؟ اما توبراک در جنازه بله، امکان نداره. در جنازه حالش بد خواهد شد. از همین خاطر این گپم میگم. در جنازه نازلام آمده بود، گفتم نیایه، اما بسیار اصرار کرد و اونجا آمد. باز هوا خواهرش را از الخدار نجات داد. درست است، اما حداقل یک بار شریفه مادر را ببینه باز میره. نه خیر، وقتی هم دیگر را ببینن وضعیتش بدتر میشه. یعنی با دیدن هم دیگر غمهایشون کم نمیشه. بچیم عزیزم، توبراک تنها سرمایه زندگیم است که باقی مانده. اگه را چیزی شوه من خواهد مردم، اما اگه در کنار تو باشه، اگه با تو تکیه کنه، غمهای خود فراموش میکنه. درست است بچیم؟ توبراک دخترم تو مرا بسیار ترساندی به خدا. بیا که به استانبول بریم توبراک. میخوایی که بریم؟ حالا دخترم همراه شوهرت به خانت برو. ببین اینجا بوده خدا بیشتر از این عذاب نده. اصلا تشویش نکو. همین که کارا خلاص شوه ما و مادرت پیشت مهم. درست است عزیزم؟ بریم. وقت رسیده ما براتان زنگ میزنم. خداوند ازت راضی باشه بچه.
ای از هوا است؟ بله، ایر از لباسهای هوا پیدا کردن. دکتر آوردش. ایره به یوسف خان بدین. بیا که بریم. آله اگه آه بکشی چی فایده؟ آتش قلب انسان دیگام شلوورتر میشه. دو دختر از دست دادی اما ما تو تی جگر خود از دست دادم. یه آتش چطور خاموش خود شد، چطور از بین خود رفت. چه قسم ما از قسم مشکلات، چه قسم نجات خود یافتیم خواهر. این غم ها را چطور تحمل کنیم؟ ببین این سوپ پنار همین صبح آماده کرده، کمی هستی بخور. اگه نخوری چطور صحتت خوب شود؟ خب درست است، سوپ زیاد داغ است، هر وقت سرد شد باز بخور. چطور هستی دخترم؟ خوب هستم پدر. میخواستم به یوسف سوپ بتم اما نخورد، به خاطر که کم داغ بود. وقت سرد شد باز میخوره. همونطور نیست یوسف؟ مادر؟ دخترم خوب هستی؟ خوب هستم. فکر میکنم فشارم پایین رفته. باید هم پایین برم. از صبح تا حال یک لقمه غذا نخوردی باده جان. میخوای از کانتین برای چیزی بیارم باده؟ باندگه محمد، هیچ ضرور نیست که از کانتین چیزی بیاری بچیم. پنار غذا ورده، از او میخوره، بسیار مزه‌دار است. زنده باشن مادر، هیچ چیزی دلم نمیشه. بیا اینجا بشی. چی کردی؟ تلاش شد بیادر. گپایی که گفتی برش گفتم، او هم باور کرد. تو هم هر چیزی در آماده شو، کیر از اینجا ببریم. در مورد اصلا چیزی نگفت. فعلا در موردش گپ نزدیم. امی که بریم او را به ما میده. درست است. گوش کو چی میگم عادل. اگر در مورد مرگ هوا برش چیزی بگویی باز جانو تو از اسم میتی برد گفته باش. درست است فهمیدم، اما تو هم کم اجلا کو بیادر. از شرکت زنگ زده بودن. یکیش میگه زندگی سرت باشه، دیگهش میگه کارا خلاص شده. هرچی کوشش میکنم رسیدگی نمیتونم. خانم کاکا، غذایی را که پنار آماده کرده کجاست که با باده بیارم؟ بچیم تو چرا متوجه کار خود نمی باشی؟ به نظر من تو باید به شرکت بری. فعلا هیچ کس سر اونا نیست. من خودم متوجه عروسم می باشم. حالا دیگه تحمل کردن نمیتونم پدر. میفهمم. خداوند به تو و خانوادش صبر بده. به هوام جنت فردوس نصیب کنم. خالد بیادر ماشین آماده است؟ خودت میاری یا ما پشتش بیم؟ یلماز فکر کنم کار موتور خلاص کردی. اما تو از بیادر کم وقت ما گرفتم، ما به هر قسمی که بود کارش خلاص کردم، فقط ماشینش ماست. بسیار خوب شد. لازم نیست خدا به زحمت بسازی. بیا از ما میخواستم پیشت بیایم. وقتی آمده ماشینا میارم. راست میگی خالد بیادر، خداوند تو را خیر بده، اما ناوقت نکنی. درست است ناوقت نمیایم.
بسیار خوب، خداحافظ. خب شاداخت، 2 سال میشه که من همراه تو گپ میزنم. وقتی ماشین نصب میکنم تو هم به گپ زدن شروع میکنی. حسین بیادر؟ بگو بچه. مرا محمود بیادر اینجا فرستادن، گفتن که دوای سمت بیادر آوردن. چی وقت پشتش میایی؟ محمود بیادرت زنده باشه، اما برش بگو که پول هنوز آماده نکردیم، بعداً میگیرم. خسته نباشی بچه. مثل همیشه همراه شاداخت گپ میزدی یلماز؟ بله است. خب همراه خالد گپ زدی ماشین آماده کده؟ بله آماده کده. گفت امشب ماشین میاره. بسیار خوب شد. ماشین بیاره که نصب کنه، این باز بیبه که چطور روشن میشه. استاد میشه که برای چند دقیقه بازار برم اگه اجازه باشه؟ درست است، برو بچه، من اینجا هستم. تو خاموش میباشی سبیه، باید خاموش باشی. منم میخوایم دیگه امور اتفاقات گذشته باعث ناراحتی خانواده ما شود. بین ما دیگه چیزی به گفتن نماند. رای ما و تو همیشه از هم دیگه جدا بوده و میباشه. یا یه اوزار همین قسم ادامه میتی یا که بعد از این یک لیرام از من خود گرفتی. فهمیدی که چی گفتم؟ خاله سلطانه خوب هستین؟ آقا رمزی گفت که اینجا هستین، اما هم خواستم که پیشتان بیایم و شما را یک بار ببینم. زندگی سرتان باشه. هوای مرا به جایی که لباس عروسی بپوشانن کفن بپوشانن. میخواین کماوی تازه بگیرین؟ لطفا این قسم نکنین خاله سلطانه. خداوند بزرگ است، کل چیز خوب میشه. من دیگه میرم. اگه به چیزی ضرورت داشتین برام بگوین، درست است؟ زنده باشی دخترم، زنده باشی، زنده باشی. بله تو هم خبر شدی بچه؟ نه خیر تو اینجا نیا بچه. وقت میگم نیا پس نیا. بیا از اینجا به وقت نمیرسی، بعد از ظهر دفنش میکنن. پدر جان، مراسم تدفین بعد از ظهر انجام میشه. خداوند رحمتش کنه. به جنازه خواهی قسم رفته نمیشه، اول باید خانه رفته سر وضع خودمون نظم کنیم. تو چی گفته میری یلماز خان؟ ما چرا باید به جنازه بریم؟ برشان تسلیت گفتیم، دلداری دادیم، امی کافی نیست؟ یلماز خان فکر کنم فراموش کردی که بچه ما به خاطر او دختر به ایالت رسیده. تو فراموش کردی حمیده، اونا یک وقت قدر ما بودن. انسان باید در قسم حالات تمامی کینه و کدرت فراموش کنه. من در جنازه شرکت میکنم، تو هم با عنوان خانمون باید در کنارم باشی. درست است؟ ما با همونجا میریم به خانوادهش تسلیت گفته پس میاییم. دزم او دختر نامزد قبلی بچه‌ت بود. خسته نباشین استاد.
زنده باشی بچه. خیریت باشه. راستش محمود بیادر دواهای صمد آورده بود. مام گرفتمشان. چرا قجله کردی بچه؟ من خودم میگرفتم. ما شما نداره استاد، بیازو صمد مثل بیادرم است. پول ماشین ندادی همو تو نیست؟ من قبول نمیکنم، اینا را پس ببر. این قسم نمیشه استاد. من هیچ وقتی پول قبول نمیکنم. تو به خاطری پول زیاد زحمت کشیدی. بانندگه استاد. انشالله ماه آینده. یلماز بچیم، تو در زندگیت فقط یک آرزو داری و آمی است که به شادختت برسی، اما هیچ وقت موفق نخواد شدی. میشه استاد، و میشه. خدا را شکر هنوز توانایی کار کردن ندارم. کار کرده پول او را پیدا میکنم. خداوند ازت راضی باشه. با وجوده که شب و روز کار میکنم اما نمیتونم پول تداوی و بچه را پیدا کنم. مرا خفه نسازین استاد. صمد مثل بیادرم است. من بدون شما دیگه کی را دارم؟ پیش از اینکه ناوقت شد دواها را ببرین. بازم به تو رسیدن نتونستم شادخت. نمیفهمم در بین قدر زیبایی ها چرا ما پشت تو را گرفتیم. به هر صورت کار را سرعت داده ماه آینده حتما میبینمت. بفرمایید کی را کار داشتین؟ یلماز خان خانه است؟ چند دقیقه پیش تمام خانواده با مراسم جنازه رفتن. نگوین که یوسف خان جیوغلو فوت کرده. نه خیر خانم، خدا را شکر یوسف بچم کاملا خوب است. نامزد قبلی او فوت کرده، با مراسم جنازه او رفتن. جگرخون شدم، خداوند رحمتش کنه. شما میفهمین که به کدام مسجد رفتن؟ دو طرف یک مسجد جامعه است، دو جا رفتن. زنده باشین. زندگی سرتون باشه خارمزی. دوستا زنده باشن. تشکر میکنم. خداوند گناهایش ببخش آقا رمزی. از گل ما را ببخشه.
زندگی سرتان باشه قارمسی. زندگی سرتان باشه. امشب به خواستگاری میاین. اگه خواسته باشی ما میرم میخوایم که تو هم در اونجا امرایم باشی. خاله ای چی قسم یک آدم است؟ در موردش برام بگو که چی قسم یک انسان است. خاله چرا نمیفهمی؟ من بدون اون نفس کشیدن نمیتونم. یوسف آرام باش. آواره به خاک بسپارن اومد اینجاست. مسلمانان محترم، شما حقتان به مرحومه میبخشین؟ حقتان میبخشین؟ حقتان میبخشین؟ خداوند رحمتش کنه، جنت فردوس نصیبش کنه. خداوند از تمامتان راضی باشه. بازم زندگی سرتون باشه. زنده باشن. تشکر. یلماز خان، تو چرا دی وقتی اینجا آمدی سبیه؟ باید با هم گپ بزنیم. وقت خبر شدم اینجا هستی دویده آمدم. هیچ چیز بگفتن باقی نمانده سبیه. بیبی با ایزت کردن اموال رکدت ازداری اونا رو از دست خود دادی. فهمیده شد؟ حساب ما و تو هنوز خلاص نشده یلماز خان. تو باید گپ بفهمی. پدر فعلا حوصله شنیدن گپای شما رو ندارم. بعدن گپ میزنیم. فقط یک گپ برات میگم دخترم. بعدن هر تصمیمی که خواستی بگی.
تو به ای را ادامه دادی و کاملا مطمئن هستم که تا آخر میرسونیش. اما در ای را بسیار خسته میشی، برات هیچ حوصله نمیمونه. تو به خاطر کسی که مبارزه میکنی، حتی اگر دشمن سرسختت هم میبود، بازم تو برنده میشدی. اما با خیالاته که هیچ وقت چهره حقیقی نخواد داشت مجادله کردن نمیتونی دخترم. پدر گپم قطع نکن. خب دیگه کسبان، حال مادرت ببین. او بعد از مرگ کریم همیشه خود فریب میداد. میگفت که بچم نمرده زنده است، حتی او را نسبت به موت تو بیشتر اهمیت میداد و این کارا به هر دوی ما سخت تمام میشد. همونطور نیست؟ تو با یوسف عروسی کردی، خانم او شدی، به زودی به خانه‌شان خود رفتی دخترم. اما به خاطر عشقی که یوسف نسبت به هوا داره با هم خوش نمی باشین هیچ وقت. شما اشتباه میکنن پدر. یوسف قبلا تصمیم خود گرفت. در روز عروسی با گفتن بله مرا انتخاب کرد. من مطمئن هستم وقتی غمش خلاص شود سر تصمیمش استاد می باشد. این کار وقت زیادی را در بر نمیگیره. حالی هم اگه اجازه شما باشم میخوایم پیش شوهرم برو. تو اینجا چی بکنی؟ ده اصل ما باید از تو حسابی کارو تا بپرسم. چرا منتظر نبودی که ما بیایم و جنازه را به تنهایی دفن کردی؟ تو هم چی گپاهی میگی؟ تا حال دیدی که خانواده مراسم تدفین بیاین؟ این مشکلات کافی نبود که تو هم میخوایی اینجا بیاین؟ تحمل کردن نمیتونم یاسنا. نیده شفاخانه روی دختر ما دیده تانستم و نتانستم کفنش لمس کنم. خوب از دیگه در ضمن لازم نیست جگرخون باشیم و هم بالاخره وقتش که برسه کل ما از بین میریم. اگه میدیدی چی تغییر میکرد؟ از اینجا برو مرا با دخترم تنابان لطفاً برو. خودت میفهمی، اما زیاد گریه و ناله نکن. ناراحت ساختن مرده ها بسیار گناه داره. من همراه تو چی کردم هوای من؟ از اینجا بخیز که من به جایت بخوابم. بخیز دخترم، زود باش از اینجا بخیز که میسوزی. من به خاطر تو میشرمم، فهمیدی؟ به خاطر تو میشرمم. لطفاً خودت رانندگی نکن. هوا دخترم. آرام باش خانم، کابوس دیدی؟ خلاص شد. بگیره بنوش، بگیر. گذشت دیگه خانم. نمیگذره. آتشی که در قلبم روشن است خاموش نمیشه. بعد از این درد مده دنیا مداوا نمیشه. فقط توبراک دخترم در پیشم ماند. دخترم صدا کو که پیشم بیایه. شاید در آغوش دخترم آرامش پیدا کنم. توبراک از اینجا رفت. او کجا رفت؟ شوهرش رو به استانبول برد.
یعنی میخوایی رو بگویی که دخترم بدون دیدن من از اینجا رفت؟ بیچاره بسیار جگرخون بود. وقتی خبر مرگ خواهرش شنید مثل دیوانه شده بود. ترسیدم که سر خود کدام بلایی نیاره. باز وقتی دامادم اصرار کرد که از اینجا میبرمش، ما هم چیزی گفته نتونست. تو چه قسم یک پدر هستی؟ چطور برایش اجازه دادی؟ توبرک خواهرش ده اینجا رها کرد و به استانبول رفت. همیاله برای زنگ بزن. دختر من اینجا بخوای. میخوایم داغوش بگیرمش و خودم تسلی بتون برای زنگ بزن که بیای. نمیشه شریفه. به از او دیگه لازم نیستی کار انجام بدی. چرا لازم نیست رمزی؟ مراسم جنازه چطور میشه؟ همراهی تو گپ میزنم رمزی. مراسم جنازه چطور میشه؟ تو چی کردی رمزی؟ پیش از که دخترم ببینم به خاک سپردیش. دخترم بدون ای که همراهی مادرش ودا کنه رفت. من حتی کفن دختر یک دانه من لمس کردن نتانستم. من نتانستم که با آخرین بار روی دختر یک دانه من ببینم رمزی. من نتانستم با آخرین بار بوی دختر من حس کنم. خداوند لعنتت کنه. چطور تانستی کنه تو بدی رمزی؟ راستش دهی اصلا اشتباه من نیست. دکترها گفتن که تو نباید از جایت بخیزی. گفتن که تو غم تحمل کردن نمیتونی. من چی میکردم؟ یعنی منتظر میبودم تا تو خوب شوی. تا وقت جسد دخترم از بین میرفت یک بار فکر کو. نشنیدی که میگن هر قدر زود دفن کنی ثواب داره. وقتی جنازه به خاک سپرده شوه باز روحش آرامش پیدا میکنه. خداوند لعنتت کنه رمزی. خداوند لعنتت کنه رمزی. وقت دوا را برشان دادم بسیار خوش شدن. شما چرا قسم رویه میکنین مادر جان؟ در حالی که سمت مریض است من چطور میتونستم او پول ماشین بخرم؟ مردم هر روز موتر خود تبدیل میکنن، بکسای پول تبادله میکنن، اما تو با قلب مهربانت صاحب یک موترم نشدی. ما را به مردم چی مادر جان؟ خدا را شکر که دست ما پیش کس دراز نیست. بله تو راست میگی. ما به خاطر جگرخون شدم که تو موتر را که قدر دارزوی داشتنش بودی جور نشد. هیچ دقیقش نباشین. ما او را حتما جور میکنم انشالله. بسم الله. جل جلاله حق است. خداوند قبول خدا به کنه. دربارت قبول کنی.